داستان مافیای اوبر. چطور این مرد استراتژیست بزرگترین مافیاهای تاکسی در جهان و نیروهای پلیس رو شکست داد و خودش تبدیل به بزرگترین مافیای حمل و نقل در جهان شد. همه چیز از یک شب بارانی سال 2008 در پاریس شروع شد. تراویس کالانیک و دوستش از یک کنفرانس تکنولوژی برمیگشتن و می‌خواستن به هتلشون برگردن. اما هیچ تاکسی گیر نمی‌آمد و مجبور شدن در این سرما و باران چند ساعت پیاده روی کنن و برگردن. با اونجا بود که تراویس کالانیک با خودش قسم خورد و با مافیای تاکسی در جهان اعلان جنگ کرد. تراویس یکی از کارآفرینان موفق و مورد احترام سیلیکون ولی آمریکا بود. بعد از اون سفر به آمریکا برگشتن و با دوستش یک پروژه جانبی رو استارت زدن به اسم اوبر کپ. پروژه از این قرار بود که یک اپلیکیشن موبایل ساختن. شما هر کجای شهر بودی لوکیشن مبدا و مقصدت رو روی نقشه مشخص می‌کردی. یک ماشین لوکس آودی با صندلی‌های چرمی و یک راننده کت‌شلوار پوش همراه سر نوشیدنی‌های ویژه برای استراحت در طول مسیر دنبال شما میومد. و بعد از رسیدن به مقصد دیگه نیازی نبود شما پول نقد بدی یا انعام پرداخت کنی. اپلیکیشن مستقیما به کارت اعتباری شما متصل بود و پول رو از اونجا برداشت می‌کرد. حالا شاید الان یک قابلیت روزمره به نظر برسه، اما اون زمان خیلی گاو بنفش بود و حرکت بسیار عجیب غریبی بود. و در مجموع اوبرکپ یک خدمات لوکس برای افراد سطح بالای جامعه. اپلیکیشن رو سال 2010 در شهر سان فرانسیسکو عرضه کردن و بسیار استقبال شد. قشر پولدار اون رو دوست داشتن، بسیار سریع بین اون اقشار بالای جامعه پذیرفته شد و تبدیل به نمادی از ثروتمند بودن در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا شد. بسیار خوب داشتن کار می‌کردن، بسیار محبوب شده بودن و می‌خواستن کارشون رو به شهرهای دیگه هم گسترش بدن. تا اینکه 6 ماه بعد در تاریخ 20 اکتبر نیروی پلیس و سازمان حمل و نقل به دفترشون یورش میبره و اونها رو تهدید میکنه که کارتون غیر قانونیه و اگر بلافاصله جمع نکنید تک تک کارمندانتون به ازای هر یک روز کاری 90 روز زندان میرید. هر سفری که انجام بشه $5000 جریمه میشید و شما رو نابود میکنه. و کل تیم هاج و واج و وحشت زده شاهد این ماجرا بودن و انقدر ترسیده بودن که میخواستن همون روز جمع کنن و برن. کل تیم به جز تراویس کالانیک که مثل یک استاد شطرنج این روز رو میدید، چون یک عقاب منتظر شکار بود اون روزی که به مافیای تاکسی در جهان اعلان جنگ کرد. منتظر این لحظه بود که ورق بعدی رو کنه. من ویس مصطفی پورم و واقعا حاضر بودم که 5 میلیارد پول بدم و فقط برق چشمان تراویس رو در اون لحظه ببینم که هوش و آتش ازش میبارید. اما یک لحظه برگردیم و ببینیم که این اتفاق چرا افتاد. یکی از بزرگترین کارتل های جهان که به دورترین مخیلاتتون هم خطور نمیکنه کارتل تاکسی در جهانه. ما جنگ ها داشتیم سر این قضیه. جنگ خونبار تاکسی ها در آفریقا رو بسیار من مشتاقم که در آینده براتون تعریف کنم که هزاران کشته داشته. و یکی از بزرگترین مافیاهای جهان که در خیلی از کشورها سیاستمداران رو در جیب راستشون و پلیس رو در جیب چپشون دارن کارتل های تاکسی ها. و تا قبل از اوبر، قبل از تراویس، هیچ کسی در جهان جرأت در افتادن با اینها رو نداشت. خیلی داستان پیچیده‌ای داره، اما فقط یک آمار اگر بخوام به شما بدم، سال 2014 در شهر نیویورک هزینه گرفتن پروانه تاکسی تا $1,000,000 میرفت و طبیعتاً این باعث میشد که هزینه تاکسی‌ها بسیار بالا بیفته و مغروم به صرفه نباشه برای مردم عادی و حتی برای تاکسیران‌ها. تراویس از ابتدا همه اینها رو میدونست، انتظار این حملات رو هم داشت. به تیم گفت آرام باشید، هیچ کاری رو ول نمی‌کنیم و تا به انتها ادامه میدیم. اولین کاری که انجام دادن این بود که کلمه کپ به معنای تاکسی رو از اسمشون حذف کردن. اسمشون رو گذاشتن اوبر. گفتن تاکسی، ما اصلا شرکت تاکسیرانی نیستیم، ما یک شرکت تکنولوژییم. این راننده‌ها مثلا کارمند ما نیستن. اینها حالا یه سری آدمایی ان از سر کارشون که دارن برمیگردن، یه تعداد هم افراد با خودشون سوار میکنن. اینها هم تاکسی نیستن و ما این مشتری‌ها رو براشون پیدا میکنیم، اینها رو به هم وصل میکنیم و اینجوری با کلمات بازی کردن، از یه سری خلأهای قانونی که میشناختن استفاده کردن و این مقداری براشون زمان خرید. اما تراویس میدونست که باید سریع عمل کنه. اگر میتونست 1-2 سال تعداد بسیار زیادی راننده و مشتری داشته باشه، دیگه برای دولت خیلی هزینه بردار میشد. نمیتونستن به این راحتی از دستش خلاص بشن. بلافاصله اومدن با اپراتور AT&T قرارداد بستن، چند هزار آیفون سفارش دادن که به راننده ها بدن که این اپلیکیشن اوبر روش نصب شده بود. چون زمان هنوز خیلی از راننده ها گوشی هوشمند نداشتن و بسیار سریع از اون بیزنس مدل لاکچری اومدن بیرون، شروع کردن به مردم عادی خدمات دادن که چی بشه که خیلی سریعتر یه تعداد زیادی مشتری رو جذب کنن. فقط در طی مدت کوتاهی چند دور سرمایه جذب کردن و هر چی پول از سمت سرمایه گذار می اومد 2 تا کار انجام میدادن. یک، به راننده های جدید فقط بابت ثبت نامشون در اوبر و چرخیدنشون در خیابان ها پول میدادن حتی اگر مشتری نداشتن. و 2، به مسافرها هم بابت سفر اولشون یا بابت معرفی به دوستانشون سفر رایگان هدیه میدادن که فقط این اپلیکیشن در سطح جامعه پخش بشه. تعداد افراد زیادی فقط اون
اون رو برای اولین بار بیان امتحانش کنن و برای سفرهای دوم و سوم هم تخفیف میداد که طبیعتاً اوبر از جیب خودش پرداخت میکرد. پولسوزی بسیار سریعی داشتن، اما از اون طرف هم بسیار سریع رشد کردن. در طی مدت بسیار کوتاهی که اصلا در مخیلات ما نمیگنجه، به ده‌ها شهر بزرگ دیگه آمریکا هم کارشون رو گسترش دادن و تا مقامات اون شهرها به خودشون میومدن میدیدن که اوبر چند ده هزار مشتری در اون شهر داره. حالا کشمکش‌ها و بخش جذاب داستان تازه از اینجا شروع میشه. دوباره مقامات شهرها شروع کردن به تهدید اوبر که اگر جمع نکنید از شما شکایت میکنیم، شما رو جریمه میکنیم. و هر باری که مقامات یک شهر این رو مطرح میکردن، اوبر در اون اپلیکیشن هایی که داشت نوتیفیکیشن به تمام کاربران اون شهر میداد که میخوان ما رو تعطیل کنن. این ایمیل و این شماره رو داشته باشید، به اینها این پیام آماده رو بدید که ما از اوبر حمایت میکنیم، شما حق ندارید اینها رو تعطیل کنید. و هر بار مقامات از خواب بیدار میشدن و میدیدن که 10,000 پیام و ایمیل دارن. یا مثلا لوکیشن میدادن به این راننده ها، مشتری ها میگفتن که برید اونجا جمع بشید، اعتراض کنید و از اوبر حمایت کنید. حالا خیلی جالبه، یک بار در شهر نیویورک این پیام رو دادن و هیچ راننده‌ای نیامد. اوبر تمام کارمندان نیویورکش رو جمع کرد، گفت کارو تعطیل کنید، برید اعتراض کنید. و مقامات هم فکر می‌کردن اینا مردم عادی ان، نمیدونست کارمندان خود اوبرن، اومدن اینجا دارن اعتراض میکنن. و مقامات اون شهرها دیدن که حریف اوبر نمیشن، اومدن به جای خود شرکت روی راننده ها تمرکز کردن. قانون گذاشتن که هر راننده‌ای رو که دستگیر کنید که برای اوبر بخواد مسافر بزنه، چند هزار دلار اون رو جریمه میکنیم و ماشینش رو هم میخوابونیم. و اینجا بود که تراویس ورق آس بعدی رو کرد. اولا که به تمام راننده‌ها پیام دادن که هر جریمه‌ای که بشید پولش رو ما میپردازیم، نگران نباشید، شما کارتون رو ادامه بدید. و دوما یک سیستم طراحی کردن به اسم گریبال یا توپ خاکستری. گریبال چیکار میکرد؟ به کمک هوش مصنوعی، لوکیشن، عادت‌های رفتاری، افرادی که پلیس، مقامات محلی یا سیاستمدار بودن رو شناسایی میکرد و بهشون خدمات نمیداد. یک دیتابیس بزرگ جمع کرده بود اوبر از تمام مردم آمریکا، از تمام مردمی که می اومدن ثبت نام می‌کردن، که اسم شما با سوابق بیمه شما، با خریدهای شما، با رفتارهای شما، با پیج‌های شبکه‌های اجتماعی شما، با ایمیل شما، تمام اینها در این دیتابیس بود. و هر بار که یک فرد ثبت نام می‌کرد، در این دیتابیس سرچ می‌کردن ببینن که آدم ولیدیه، آدم اصلا واقعیه، اگر آدم واقعی جزء سیاستمداران و پلیس‌ها هست یا نیست. و اگر تشخیص میداد که جزء این قش هستی، اپلیکیشن رو که باز می‌کردید همه چی برای شما عادی بود، اما یک فرقی داشت، داخل نقشه هیچ ماشینی دیده نمیشد. و مقامات هم فکر می‌کردن به به، دیگه این قانون ما تاثیرگذار بوده، کسی دیگه جرئت نداره برای اوبر کار کنه. در حالی که نمیدونستن اوبر داره اونها رو بازی میده. حتی میگن اوبر تعدادی از بازنشسته‌های CIA و FBI رو هم استخدام کرده بود که برای اینها بهشون مشاوره بده. و همزمان با این کار داشتن اون طرف هم حسابی پول پرداخت می‌کردن برای لابی کردن که سیاستمداران رو به نفع خودشون بچرخونن، که دیگه این اندازه سخت نگیرن، سری قوانین تغییر کنه به نفع اوبر. و تمام این حال البته تا همین چند سال قبل یک راز بود، اما ما میدونیم چون در سال 2017 نیویورک تایمز یک افشاگری انجام داد و تمام این مسائل رو مطرح کرد با دلیل و سند و مدرک. اما خب خیلی دیر شده بود. اوبر سراسر آمریکا و حتی دنیا پخش شده بود، میلیون ها کاربر داشت و دیگه قابل حذف نبود. اما در نهایت به خاطر فشارهای افشاگری سال 2019 تراویس کالانیک، این نابغه استراتژی و جنگ که من بسیار دوستش دارم و ستایشش میکنم، مجبور شد که استعفا بده و این فصل از زندگیش به اتمام رسید. حالا این داستان پارت 2 هم داره، در پست بعدی با شما مطرح خواهم کرد. اما شما که تا الان تا اینجای داستان اومدی، اولا که بهت تبریک میگم. در این دنیای فست فودی، در این دنیای شلوغ و پر سر و صدا، شما دنبال اصالتی، شما دنبال رشدی. و برای همین دوست دارم که با تویی که الان داری نگاه میکنی بیشتر آشنا بشم و تو هم با من بیشتر آشنا بشی. برای همین اول خودم رو معرفی میکنم، بعد از تو یک درخواست دارم و در انتها هم که چند تا درس این داستان رو براتون مطرح خواهم کرد. کمتر پیش میاد که من و تو در این دنیای پرهیاهو خلوتی پیدا کنیم و بتونیم با هم حرف بزنیم. اینجا اون خلوت ماست، اینجا جایی که بیگانه ها نمیاد. تو آمدی. من خودم رو معرفی میکنم و بعد درخواستم رو به تو میگم. من ویس مصطفی پورم. 5 سال تمام زندگیم رو وقف کردم که ذات کسب و کارها، ذات فروش رو بشناسم. زندگیم رو وقف کردم و ثانیه جز این فکر نکردم، نمیکنم و نخواهم کرد که کسب و کارها چطور رشد میکنن. و این کنجکاویم رو برای راز شرکت‌های بزرگ در جهان، این کنجکاویم رو برای راز ثروت‌سازی با تو هم به اشتراک میذارم. با تو که علاقه‌مندی، با تو که میل به رشد داری. میخوام بدونی و درک کنی که من نیازی به تو ندارم، اما این برق چشمانت، این آتش فروزانی که در سینت میبینم، این میل به تغییر، این گوهر درونی که در تو نمایان هست، به من ویس مصطفی پور انگیزه میده که بیشتر کار کنم. من نیازی به تو ندارم و نیازی هم ندارم برای برند بودن، شدن، ماندن انقدر عمیق کاوش کنم و زمان بذارم اینها رو با تو به اشتراک بذارم.
نمیذارم. اما این کارو انجام میدم برای تو که رشد کنی. تا زمانی که این برق چشمانت، این کاریزمای درونت رو میبینم، برای من مهم نیست که چه اندازه نادانی، چه اندازه احمقانه من رو قضاوت میکنی، چه اندازه از زندگیت بریدی و فکر میکنی که در زندگی راه چاره دیگه ای نداری. من ویس مصطفی پور دست از ایمان به تو بر نمیدارم و امیدوارم که تو هم یک روزی خودت رو پیدا کنی و اونجوری که هست لیاقت خودت رو بدونی. من ویس مصطفی پور از تو میخوام، این درخواست منه که میخواستم مطرح کنم، اینکه از خودت، از آتشت، از آرزوهات، از رؤیاهایی که داری، هر چقدر که فکر میکنی احمقانه، هر چقدر که فکر میکنی دور از دسترسم، برای من بنویسی، برای من در دایرکت پیام بدی. شاید و البته قطعاً بین هزاران دایرکت این پیامت گم خواهد شد و قرار نیست جوابی از من ویس مصطفی پور بابتش بگیری، اما من اینها رو میبینم و اجازه بده و بذار که این آغاز سفر ما دوتا با هم باشه. بذار یک روزی به من ویس مصطفی پور دوباره پیام بدی و بگی آی ویس مصطفی پور، من تونستم تمام این آرزوها، تمام این اهداف بزرگی که داشتم رو برآورده کردم و امروز به خودم افتخار میکنم. مهم نیست اگر 2 سال، 5 سال، 10 سال طول بکشه، من ویس مصطفی پور منتظر تو هم که بری به اون چیزی که میخوای برسی. منتظر برگشت تو هم. برو و خلق کن این زندگی که میخوای، نه به خاطر اینکه دوست داری، نه چون زاده شدی که خلق کنی، چون وظیفه توست که به بالاترین پتانسیل و جایگاهی که میتونی برسی. پس منتظر پیامت هستم و این پیام تو در پیش من محفوظ خواهد ماند. اما بگذاریم و برگردیم سراغ درس‌های این داستان. این داستان پارت دومی هم داره، خیلی پست طولانی میشد، برای همین مطرح نکردم با شما، اما بریم درس‌های این داستان رو با هم یاد بگیریم. اولین درس که سوگلی منه اینه که لوکس شروع کنید. حتی اگر میخواید به عموم جامعه بفروشید، باز توصیه من ویس مصطفی پور به شما اینه که لوکس شروع کنید. این الگوی مشترک بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیاست که ابتدا صرفاً یک برند لاکچری بودن، خدماتی برای سطح بالای جامعه بودن و بعد آرام آرام پخش شدن و به عموم مردم خدمات دادن. و دلیلی داره، چون گران کار کردن به شما فضای تنفس میده. وقتی حاشیه سود شما بالاست، پول برای آزمون خطا دارید، برای تست کردن خدمات مختلف دارید. این پول برای شما سری ارتباطات ویژه میاره که کار شما رو بعداً برای کار در مقیاس راحت‌تر میکنه. درس دوم و آخر برای اینکه این پست بیش از این طولانی نشه اینه که مهم ایده نیست، مهم اجراست. از دستم در رفته تعداد انسان‌های احمقی که دیدم و میگن آره مثلا ما هم قبلا این ایده اوبر رو داشتیم، این ایده فلان اپلیکیشن رو داشتیم. حالا نمونه‌های ایرانیشو البته میگن، من نمیخوام اسم ببرم، اما من به شما میگم که این حرف از حماقت و دوری این افراد از واقعیت میاد. این افراد هنوز درک نکردن که مهم نیست ایده شبیه به اوبر داشتن، 10,000 نفر دیگه هم همزمان با اینها این ایده رو داشتن، اما مسئله اینه که نمیتونستی شما اجرا کنی. این ایده نیاز به فرد قلدر، باهوش، استراتژیست، با اعتبار و ثروتمندی چون ترویس داشت که حتی آخر اون هم مجبور شد از شرکت خودش استعفا بده. نیاز به یه همچو فردی داشت که بتونه یه تنه با کل دنیا در بیفته، اون هم نه در اینجا، چند هزار کیلومتر اونورتر در آمریکا، در سرزمین رویاها. پس اگر واقعا شما یه سری ایده های خوبی داشتید، به جای افسوس خوردن برید کارتون رو بکنید. برید ایده ای رو بیابید که ساده است، قابل اجراست، درآمد خوبی داره و چون این داستان پشت پرده‌ای بر ضد شما کار نمیکنه. برید اونجایی که میتونید تاثیرگذار باشید، تاثیرگذار باشید. آرام آرام شخصیت، ثروت، دارایی، ارتباطات و دانشتون رو بسازید که حتی اگر میخواید چون این پروژه بلند پروازانه‌ای رو انجام بدید، در این جعبه ابزارتون توانایی‌هاش رو داشته باشید. من ویس مصطفی پورم و تا آموزش کسب و کار دیگر. بدرود.